چشم زخمه. پیامبر اکرم میفرماید اگر قرار باشه قله کوه را چیزی بکنه هر آن چشم زخمه. الله اکبر. انقدری چشم زخم قدرت داره و ما غافلیم تو جامعهمون بهش نپرداختیم. پیامبر اکرم میفرماید اکثر من یموت امتی بعد قضاء الله و القدر بالعین. اکثر امت من بعد قضا و قدر به خاطر چشم زخم فوت میکنن. بعضی روایت در حوزه چشم زخم در سحر و جادو اینجوری نیست، ولی در حوزه چشم زخم تن انسان رو به لرزه در میاره. پیامبر اکرم از بقیع داشت، قبرستان بقیع داشت میگذشت، یه لحظه وایستا، سرش انداخت پایین، سرش آورد بالا. پیامبر داره قسم میخوره. گفت پیامبر فرمود به خدا قسم بیشتر اهل این قبرستان به سبب چشم زخم از دنیا رفته. تازه اون زمان که این همه چشمی نبود، این همه اصابت العین نبود. در حوزه مباحث متافیزیکی که کار میکنیم با بیش از 15 ساله خدا توفیق داده یه قالبی را در حوزه مباحث متافیزیکی حالا بنیانگذاری کردیم. متافیزیک اسلامی 200-300 ساعت میتونم برای شما تو این بابها صحبت کنم. تنها چیزی که میرزایی، یکی از مواردی که میرزایی تو بحث دنیا ازش هراس داره چشم زخمه، چون این روایات رو دیدیم. بگذاریم برسیم به انواع چشم زخم. چشم زخم مهربان از طرف پدر، مادر، خاله، دایی، عمه، عمو. نگاه میکنم به بچه میگم وای قربونت برم این بچه چقدر بزرگ شده. این بچه مورد اصابت العین قرار گرفت. زوجین میتونم بگم با تمام وجود اینا میگم زوجین، زن و شوهری که عاشق و معشوق همن و توی الطایفه جار میزنن ما زندگیمون اینه، محاله یه روز زندگیشون به افتضاح کشیده نشه. انقدر مراجعه داریم تو این حوزه که آقا ما عاشق و معشوق بودیم، ما اینجوری بودیم، ما اونجوری بودیم، آخرش خراب شده. چشم زخم دیگه، علامت چشم زخم مهربان اینه دست و پا سرد، بدن گرمه. میشه 20 ساعت برای شما در این باب صحبت کرد، سیدیش هست. چشم زخم با حسادت از طرف دشمن، من شر حاسد اذا حسد. خیلی از چیزایی که ما شر میدونیم خدا شر نمیدونه بزرگوارا، ولی چشم زخم رو خدا شر میدونه. و من شر حاسد اذا حسد. علائم چشم زخم با حسادت چیه؟ گرما، تنگی نفس، درد مفاصل، درد کتفا، درد مهاجر. یه روز اینجا درد میکنه، یه روز اینجا درد میکنه، یه روز اینجا درد میکنه. دارو دیگه بهش اثر نداره. آقا انواع دکترا رفتم، داروها رو خوردیم جواب نگرفتیم. گاهی وقتا علتش اول مباحث فیزیکی، بعد میام سراغ مباحث متافیزیکی. گاهی وقتا علتش اصابت العین چشم زخمه. ناباروری های اولیه، عروسی میگیریم با سر و صدا و با درام و دریم، این همه چشمها رو به طرف خودمون جلب میکنیم. اینجا این زن و شوهر اصابت العین را تا آخر عمرش باید جورشو بکشن. گاهی وقتا ناباروری های ثانویه، طرف بچه اول به دنیا اومده، زمین و زمان و پیچوندن، آقا بچه به دنیا اومد چقدر خوشگل، عکسشو تو پروفایل و چپ و راست و اینا، بعد میبینیم دیگه بچه صاحب بچه نمیشن، انواع دکترا میرن جواب نمیگیرن. اینایی که خدمت شما میگیم 20 سال درمان هم کردیم، ما از این موارد درمان کردیم الحمدلله جواب گرفتیم. چشم زخم خیشتن، از امام صادق پرسیدن یا ابن رسول الله میشه آدم خودشو چشم بزنه؟ حضرت فرمود بله. حاج خانم میره آرایشگاه، میاد هی جلوی آینه رژه میره، وای چه موهای خوشگلی، از فردا سردرد شروع میشه، چش درد شروع میشه، ریزش مو شروع میشه. بدنسازها، طلافروشها در معرض این نوع چشم زخم زیادن. چشم زخم تلمبار شده،
حالا حاله و چاکراه طرف قویه، این انباشته شده، بعد یه دفعه میبینیم بیماری‌های صعب العلاج، بیماری‌های لا علاج رو طرف مبتلا میشه. چشم زخم لحظه‌ای و آنی، رفته تو میهمانی، اومده زن و شوهر با هم افتادن به جون هم، رفتیم مسافرت، رفتیم میهمانی، طرف اومده اعصابش به هم ریخته، عصبی، خودش هم نمیدونه. بگذاریم بریم یه درمان خدمت شما بگیم. درمان چشم زخم، چشم زخمی که میتونه کوه را بکنه، با یه اسفند و تخم مرغ شکستن درمان نمیشه ها. خیلی فکر میکنم مثلا با یه اسفند تموم شد. نه، بر طبق نوع چشم زخم درمانها متفاوت خواهد بود. برای پیشگیری اهل بیت خیلی نسخه های خوشگلی دادن. ما احراز معصومین رو گذاشتیم کنار، تعویذات رو گذاشتیم کنار. کدوم یکی از شماها سپر خونی برای خودتون میزنید؟ همه رو گذاشتیم کنار، ولی اهل بیت اینا رو انجام میدادن. یکی از مواردی که امام صادق مطرح میکنه برای پیشگیری از چشم زخم و بلاهای متافیزیکی، سوره بقره، قبل اینکه روایت رو بگم این در ذهن بزرگوارا باشه، سوره بقره برای سحر و طلسم مفیده، سوره جن برای آزار و اذیت موجودات غیر ارگانیک مفیده، سوره رعد و سوره عادیات برای چشم زخم مفیده. گاهی وقتا سوره عادیات رو بخونید، گاهی وقتا سوره رعد رو بخونید. سوره رعد فوق العاده عالیه برای بحث چشم زخم. انقدر به عزیزانی دادیم جواب گرفتیم. بگذاریم. امام صادق یه نسخه ای داره، ما بهش میگیم کوزه دافع چشم زخم. درمان نه ها، میگیم دافع چشم زخم. باز در این باب حرف داریم. امام صادق میفرماید برای حفظ و نگهداری از چشم زخم و بلاها، داخل پرانتز با منشأ متافیزیکی، کوزه تازه و مصرف نشده ای را بگیرید و پر آب کنید، سوره قدر را 30 مرتبه در اون کوزه بخونید. داخل پرانتز بدمید، فوت نکنید ها. دمیدن رحمانیه، نفخت فیه من روحی. فوت کردن شیطانیه. در سحر و جادو ساحرها از فوت کردن استفاده میکنن. و من شر نفاسات فی العقد. بدمید. فرقش چیه؟ شما شمع را فوت میکنی ولی میدمید، این میشه دمیدن. امام صادق میفرماید بعد کوزه را آویزان کنید، از آب آن وضو بگیرید، داخل پرانتز صبح و خصوصا شب، و بنوشید. میشه آب قرآنی که ما از این معجزه طب اسلامی غافلیم. برید روایات رو بیارید، بگردید در بیارید، ببینید چقدر اهل بیت توصیه به آب قرآنی کردند. او سیدی آقای ایماتو یادتونه که روی آب انجام داد، مولکولای آب فرق کرد. تو دین ما مفصل اهل بیت به آب قرآنی توصیه کردن، ما مصرف نداریم. امام میفرماید و بنوشید، اگر کم شد باز داخلش آب بریزید. اگر این کار را بکنید انشاءالله تأثیر خواهد داشت. کافی جلد 4. چشم زخم را جدی بگیریم. انشاءالله هیچ وقت دچار اصابت العین نشوید. صلوات ختم کنید.